سلام، من صفا هستم و خوش اومدین. در قسمت قبلی یاد گرفتیم که چجوری با استفاده از بودپلات پاسخ فرکانسی یک سیستم رو بررسی کنیم. یکی دیگه از ابزارهای بسیار مهم در تحلیل سیستم‌های کنترل نمودار نایکویست هست. این نمودار اطلاعات خیلی ارزشمندی درباره پایداری سیستم در اختیار ما قرار میده و در طراحی سیستم‌های کنترل کاربرد گسترده‌ای داره. در این ویدیو یاد میگیریم چجوری نمودار نایکویست رو در مطلب رسم و تفسیر کنیم. در ابتدا محیط مطلب رو پاکسازی میکنیم. دستور CLC پنجره کامند ویندو رو پاک میکنه. دستور کلیر تمام متغیرهای موجود در ورک اسپیس رو حذف میکنه و کلوز تمام پنجره ها رو میبنده. در ادامه تابع تبدیل سیستم رو تعریف میکنیم. صورت تابع تبدیل برابر هستش با 100 و مخرج چند جمله S2 به اضافه 10 تا S به اضافه 100. حالا تابع تبدیل رو ایجاد میکنیم. دستور TF یک مدل تابع تبدیل ایجاد کرده و اون رو در متغیر G ذخیره میکنه. و خب در ادامه تابع تبدیل رو در پنجره کامند ویندو نمایش میدیم. این کار به ما کمک میکنه قبل از شروع تحلیل از صحت مدل ریاضی سیستم اطمینان داشته باشیم. و خب میریم سراغ پاسخ پله سیستم. اول از همه یه پنجره جدید ایجاد میکنیم. بعد با دستور استپ پاسخ پله سیستم رو رسم میکنیم. دستور گرید آن خطوط شبکه رو فعال میکنه تا خوندن نمودار آسون تر باشه و در پایان عنوان نمودار برچسب‌های محور افقی و عمودی رو مشخص میکنیم. درسته که تمرکز اصلی این ویدیو روی نمودار نایکویسته، اما مرور پاسخ و پله کمک میکنه ارتباط بین رفتار سیستم در حوزه زمان و حوزه فرکانس رو بهتر درک کنیم. حالا میریم سراغ نمودار نایکویست. اول یک پنجره جدید ایجاد میکنیم. بعد با دستور نایکویست پاسخ فرکانسی سیستم رو روی صفحه مختلف رسم میکنیم. توی این نمودار محور افقی بخش حقیقی پاسخ فرکانسی و محور عمودی بخش موهومیش رو نمایش میده و در پایان خطوط شبکه و عنوان نمودار رو اضافه میکنیم، گردان و تایتل. در مرحله بعد مکان قطب‌ها و صفرهای سیستم رو نمایش میدیم. دستور PZMap مکان قطب‌ها و صفرهای سیستم رو در صفحه مختلف نمایش میده. این نمودار به ما کمک میکنه ارتباط بین محل قرارگیری قطب‌ها و رفتار دینامیکی و پایداری سیستم رو بهتر درک کنیم. مرحله کدنویسیمون تمام شد و این کد رو اجرا میکنیم و بعد نتیجه رو با هم دیگه بررسی میکنیم. ران. خب اول در پنجره کامند ویندو تابع تبدیل سیستم نمایش داده شده. همونجور که مشاهده میکنین تابع تبدیل برابر با 100 بر روی S به توان 2 به اضافه 10 S به اضافه 100. این نشون میده که ما با یک سیستم مرتبه دوم سر کار داریم. خب بریم سراغ شکل ها. شکل اول نمودار پاسخ پله سیستم استپ ریسپانس. مشاهده میکنید که خروجی سیستم اول افزایش پیدا کرده، مقدار کمی ما فراجهش اوورشوت داریم و بعد به مقدار نهایی خودش رسیده. این رفتار نشون میده که سیستم پایدار هستش.
شکل دوم نمودار نایکویست رو مشاهده میکنید. این منحنی از نزدیکی نقطه 1 به علاوه 0J آغاز میشه. با افزایش فرکانس مسیر پاسخ فرکانسی روی صفحه مختلف تغییر میکنه و به تدریج به سمت مبدأ نزدیک میشه. همونجور که مشاهده میکنید منحنی نقطه بحرانی -1 به علاوه 0J رو دور نمیزنه. برای این سیستم این موضوع نشون دهنده رفتار پایدار سیستمه. نمودار نایکویست یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل پایداری در سیستم‌های کنترل محسوب میشه. خب بریم سراغ شکل سوم. نقشه قطب‌ها و صفرهای سیستم رو مشاهده میکنید. در این مثال سیستم دارای 2 قطب مختلط مزدوجه. از اونجا که سرعت تابع تبدیل یک مقدار ثابته، سیستم هیچ صفر محدودی نداره. محل قرارگیری این قطب‌ها رفتار سیستم رو در پاسخ پله و همچنین شکل نمودار نایکویست تعیین میکنه. در این ویدیو یاد گرفتیم که چجوری با استفاده از مطلب نمودار نایکویست رو رسم و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ پله و مکان قطب‌های سیستم رو بررسی کردیم تا یه درک بهتری از رفتار سیستم در حوزه فرکانس به دست بیاریم. در قسمت بعد یاد میگیریم که چجوری با استفاده از نمودارهای بوده و نایکویست حاشیه بهره گین مارجین و حاشیه فاز فیز مارجین رو محاسبه و از اونها برای ارزیابی پایداری سیستم استفاده کنیم. از اینکه این ویدیو رو تماشا کردین سپاسگزارم.